کمتر از یک قرن پیش در سال 1939 هنگامی که جنگ جهانی دوم به تازگی شروع شده بود، اولین زمزمه ها در مورد یک سلاح کشتار جمعی زده شد. همه ما وقتی که اسم بمب‌های اتمی رو میشنویم، اولین کشوری که به ذهنمون میرسه کشور آمریکا هستش و فکر میکنیم که آمریکا اولین سازنده و اولین ایده پرداز بمب‌های اتمی هستش. از این لحاظ که آمریکا اولین سازنده بمب اتمی هیچ شکی نیست. اما جالبه که بدونید آمریکا ایده بمب‌های اتمی رو در سر نداشته. شاید براتون عجیب باشه، ولی اولین کشوری که ایده بمب‌های اتمی رو مطرح کرد آلمان نازی بود. در آن دوران یک شیمیدان به اسم پاول هارتک که از استادان دانشگاه هامبورگ بود به توان بالقوه نیروی اتمی برای کاربردهای نظامی پی برد. پاول هارتک در 24 فوریه 1939 امکان استفاده از انرژی هسته‌ای به عنوان یک سلاح با توان تخریبی نامحدود رو طی یک نامه به وزارت جنگ در برلین اطلاع داد. بعد این حرکت گروهی برای تحقیق در این رابطه تشکیل شد و ورنر کارل هایزنبرگ که یک فیزیکدان برجسته آلمانی بود به طور غیر رسمی سرپرست تیم تحقیقاتی آلمان برای ساخت بمب هسته‌ای شد. بر اساس گزارشی که تیم تحقیقاتی به شخص آدولف هیتلر دادن، قدرت این بمب بسیار مهیب و مرگبار بود. اتو اسکارتسنی که یک نظامی بلندپایه آلمانی در دوره رایش سوم بود و از مورد اعتمادترین افراد نزد هیتلر بود، در کتابش بیان میکنه که در ملاقات خصوصی خودش با شخص پیشوا یعنی همون هیتلر در خصوص مسئله بمب اتم سوالاتی میکنه و در نهایت هیتلر این جواب رو بهش میده: این بمب سبب انقراض نسل بشر میشه. به همین دلیل من هیچ وقت دستور ساختنش رو صادر نمیکنم. بر اساس کتاب خاطرات اتو اسکارتسنی در حدود سال 1943 یعنی 2 سال قبل از تمام شدن جنگ جهانی دوم، آلمان نازی به بمب اتم دست پیدا کرد. اما اگه این حرف اتو اسکارتسنی در کتابش درست باشه، به طور دقیق معلوم نیست که آلمان چرا از بمب اتم استفاده نکرد. حتی وقتی که میدونست داره جنگ رو میبازه، باز از بمب اتم استفاده نکرد. اما میشه اینطور بگیم که هیتلر در هیچ شرایطی حاضر به کشتار دست جمعی و نابودی نسل انسان نبود و به همین دلیل هم حتی با وجود قطعی شدن باختش در جنگ نخواست از بمب اتم استفاده کنه. در همین زمان آلبرت اینشتین طی نامه معروف خودش به روزولت رئیس جمهور وقت آمریکا خطر دستیابی آلمان به تولید بمب اتمی را گوشزد کرد. در مقابل این اخطار، روزولت دستور ایجاد یک پروژه با هدف تحقیق در این رابطه و تولید بمب اتمی را با همکاری کشور انگلستان و فرانسه صادر کرد. برای این پروژه تیمی از برجسته‌ترین دانشمندان اون دوران به استخدام این پروژه در اومدن. محققان آلمانی موفق به تولید بمب اتمی نشدند. اگرچه ادعاهایی در زمینه آزمایش نوعی ابزار هسته‌ای توسط نازی‌ها پیش از پایان جنگ جهانی دوم مطرح شده، اما تیم آمریکایی به سرپرستی فیزیکدان برجسته یعنی رابرت اوپنهایمر موفق به ساخت عملی اولین بمب هسته‌ای شد که در 16 ژوئیه 1945 در ناحیه‌ای موسوم به ترینیتی در نیومکزیکو آزمایش شد. این بمب اولین بمب اتمی بود که بر روی زمین منفجر شد. Would not be the same. Few people laughed. Few people cried. Most people were silent. I remembered the line from the Hindu scripture, the Bhagavad Gita. Vishnu is trying to persuade the prince that he should do his duty, and to impress him takes on his multi-armed form and says, "Now I am become death, the destroyer of worlds." I suppose we all thought that one way or another.
21 روز بعد از اولین انفجار بمب اتم که کاملا برای آزمایش کردن بود، در تاریخ 6 اوت 1945 دومین بمب اتم تاریخ بر روی ژاپن منفجر شد. منتها این بمب اتم به منظور آزمایش نبود و کاملا به قصد ویرانی و کشتار انسانها در جنگ جهانی دوم استفاده شد. بعد از انفجار دومین بمب اتم 3 روز بعد سومین بمب اتم تاریخ باز در ژاپن منفجر شد. اما بحث بمب‌های اتمی ژاپن کمی حساسه، برای همین بیایید با جزئیات بیشتری اونها رو بررسی کنیم. جنگ جهانی رو به پایان بود. بنتیو موسولینی که رهبر ایتالیا بود کشته شده بود و هیتلر هم 6 روز از مرگش گذشته بود. در ساعت 8:15 روز 6 اوت 1945 به وقت محلی در شهر هیروشیما به دستور مستقیم هری ترومن، رئیس جمهور وقت آمریکا، هواپیمای بمب افکن بوئینگ B-29 به نام انولا گی خورشید جدیدی را به شهر هیروشیما ژاپن اضافه کرد. چون مردم هیروشیما که از دوردست‌ها نظاره‌گر ماجرا بودند، گفتند که یک دفعه‌ای خورشید داغی در آسمان پدیدار شد. شاید براتون جای سوال باشه که وقتی یک بمب بر روی زمین منفجر میشه، پس چجوری توی آسمون دیده میشه؟ باید بگم که پسر کوچک که اسم دیگه بمب اتمی هیروشیما بود اصلاً به زمین نرسید و در هوا منفجر شد. این حرکت کاملاً عمدی انجام شد و دلیل این کار هم تخریب بیشتر بمب بود. برای همین اون رو در ارتفاع 9600 متری رها کردن و در فاصله 567 متری بالای زمین منفجر کردن. انرژی تولید شده توسط این بمب برابر بود با انرژی حاصل از 16000 تن TNT. فعل و انفعالات اتمی در مرکز این بمب باعث گرمایی حدود 300 میلیون درجه سانتیگراد شد. این گرمای عظیم هر چیزی رو تا شعاع 1.5 کیلومتری مرکز اصابت بمب به طور کلی بخار می‌کرد. یعنی حتی اثری از اون چیزها بر روی زمین باقی نمی‌موند و در کمتر از 2 ثانیه همشون به طور کلی ناپدید می‌شدن. اما این حالت فقط برای شعاع 1.5 کیلومتری مرکز بمب بود، وگرنه بعد از این مسافت بقیه چیزها یکی از این 4 تا حالت براشون اتفاق می‌افتاد. 1. کاملا تخریب می‌شدن. 2. آسیب شدید گرمایی بهشون وارد می‌شد و می‌سوختن. 3. آسیب شدید انفجاری بهشون وارد می‌شد. 4. آسیب شدید باد و آتیش بهشون وارد می‌شد. بر اثر این بمب 2/3 از ساختمان‌های هیروشیما به طور کامل با خاک یکسان شدند و اون 1/3 باقی مونده هم آسیب شدید دیده بودند، ولی کاملا نابود نشده بودند. بمب اتم هیروشیما حدود 140,000 کشته بر جا گذاشت. 2 روز بعد از بمباران هیروشیما و برخلاف انتظار و میل آمریکا، دولت شوروی به امپراتوری ژاپن اعلان جنگ داد و نیروهای ارتش سرخ شوروی به مواضع ژاپن در منچوری یورش بردند. ورود شوروی به جبهه جنگ اقیانوس آرام باعث شد که دولت آمریکا مصمم شه که هرچه سریعتر جنگ رو به نفع خودش و بدون مشارکت شوروی خاتمه بده. در این راستا استفاده بیشتر از سلاح هسته‌ای ساده‌ترین راه فشار بر ژاپن بود و نیروهای مسلح آمریکا برای استفاده مجدد از بمب هسته‌ای نیاز به مجوز جدید دولت نداشتند، چون مجوزی که هری ترومن برای حمله اتمی صادر کرده بود اجازه استفاده از بمب‌های جدید را میداد. بر اساس اطلاعات هواشناسی نیروی هوایی آمریکا، بازی زمانی مساعد برای حمله دوم به ژاپن 3 روز پس از حمله اول پدیدار شد و باید از این بازه حداکثر استفاده به عمل می‌آمد. هدف بعدی برای بمباران هسته‌ای شهر کوکورا که امروزه اسمش کیتاکیوشو هستش بود که صنایع گسترده نظامی و اسلحه سازی در اون وجود داشته. در ابتدای مأموریت بر اساس گزارش هواشناسی دید مناسبی برای هدفگیری بر فراز کوکورا وجود داشت، اما وقتی هواپیمای بمب افکن به حدود منطقه مورد نظر رسید، تمام آسمون شهر با دود و غبار پوشیده شده بود و امکان پیدا کردن هدف را از بین برده بود. علاوه بر دید کم، پدافند هوایی و ظاهر شدن هواپیماهای شکاری ژاپن مسئله رو کمی دشوار کرده بود. بعد از صرف نظر از بمباران منطقه کوکورا، بمب افکن آمریکایی فقط سوخت کافی برای بازگشت به پایگاه هوایی در اوکیناوا را داشت. فرمانده عملیات تصمیم گرفت که به جای رها کردن بمب اتمی در دریا یا بازگردوندن اون به پایگاه، بهتره که اون رو روی ناگاساکی بندازن که در مسیر بازگشت بمب افکن به پایگاه هوایی در اوکیناوا قرار داشت و یکی از اهداف کم اهمیت‌تر آمریکا در ژاپن محسوب می‌شد. بدین ترتیب در تاریخ پنجشنبه، یعنی 3 روز بعد از انفجار اولین بمب اتم در ژاپن، در ساعت 2:47 صبح 9 اوت 1945 میلادی، بمب دیگه‌ای به اسم مرد چاق روی شهر ناگاساکی انداخته شد.
second bomb was intended for the city of Kokura, but it was too cloudy, so the plane moved on to Nagasaki. آسیب‌های وارده به ناگاساکی به مراتب کمتر از هیروشیما بود، چون هیروشیما یک شهر صاف بود و تشعشعات هسته‌ای تمام شهر رو در بر گرفته، ولی ناگاساکی حالتی داشت که شهر در بین دو دره تقسیم شده بود و نصف شهر در یک دره و نصف دیگه در دره مجاور قرار داشت. برای همین با رهاسازی بمب هسته‌ای در یکی از دره‌ها، بخش دیگر شهر که در دره دیگه قرار داشت به مراتب آسیب کمتری دید. اما جالبه بدونید که دومین بمب اتمی که خرابی کمتری به بار آورد از بمب اتم اول قوی‌تر بود، چون بمب اتم اول معادل 16,000 تن TNT بود، ولی بمب اتم دوم معادل 21,000 تن TNT بود. اما به همون دلیلی که گفتیم، یعنی قرار گرفتن ناگاساکی در بین دو دره، بمب اتم دوم خرابی کمتری به بار آورد. بمب اتم ناگاساکی چیزی حدود 74,000 کشته بر جا گذاشته. حدود 220,000 نفر در اثر این دو بمباران اتمی جونشون رو از دست دادن که تقریبی شامل 20,000 نظامی ژاپنی و 200,000 غیر نظامی ژاپنی بودن. بیشتر از 100,000 نفر بلافاصله هنگام بمباران کشته شدند و بقیه تا پایان سال 1945 بر اثر اثرات مخرب تشعشعات رادیواکتیو جون خودشون رو از دست دادن. هر ساله در روز 10 اوت مراسم بزرگی برای یادبود قربانیان بمباران هسته‌ای در پارک یادمان جنگ شهر ناگاساکی برگزار میشه. در پایان این مراسم نخست وزیر ژاپن درخواست حرکت به سمت جهانی آری از سلاح‌های هسته‌ای رو مطرح میکنه. همه ساله مردم سراسر جهان با درست کردن دورنه‌های کاغذی و فرستادن اونا به مرکز ساداکو در پارک یادمان جنگ شهر ناگاساکی همدردی خودشون رو با قربانیان بمباران نشون میدن و همچنین نفرت خودشون را از کاربرد و گسترش سلاح‌های هسته‌ای اعلام میکنن. مجسمه ساداکو در این پارک به یاد دختر 12 ساله‌ای به نام ساداکو ساساکی برپا شده که هنگامی که فقط 2 سال داشت، بمب اتمی پسر کوچک یعنی همون بمب هیروشیما منفجر شد و در اثر تشعشعات رادیواکتیو باقی مونده از اون دچار سرطان خون شد و درگذشته. بر اساس افسانه‌های ژاپنی، اگه کسی 1000 دورنای کاغذی درست کنه، یکی از آرزوهاش برآورده میشه. ساداکو در حالی که در بیمارستان بستری بود، با تشویق دوستاش و کمک برادرش شروع به ساختن دورنه‌های کاغذی کرد. اما بعد از ساخت 644 دورنا درگذشت و ادامه دورنه‌های کاغذیش رو دوستاش براش درست کردن. در سال 1965 میلادی از مجسمه ساداکو در حالی که دورنای طلایی در دست داره در پارک صلح هیروشیما پرده برداری شد. ساداکو ساساکی روی دورنش می نوشت: من صلح را روی بال تو می نویسم تا تو به همه جهان پرواز کنی. روز 30 ژوئن 2007 فومیو کیوما وزیر دفاع وقت ژاپن در اظهاراتی درباره جنگ جهانی دوم بمباران اتمی این دو شهر ژاپن توسط نیروهای آمریکایی در اوت سال 1945 رو اقدامی لازم دونست. اون گفت برای پایان دادن به جنگ جهانی دوم چاره‌ای جز بمباران اتمی و کشتار تعداد کثیری از مردم وجود نداشته. افکار عمومی ژاپن واکنش شدیدی به این اظهارات نشون دادند. 3 روز بعد در 3 ژوئیه 2007 وزیر دفاع تحت فشار افکار عمومی مجبور شد اظهار نظر قبلی خودش رو درباره بمباران اتمی هیروشیما و ناگازاکی پس بگیره. برای همین به منظور عذرخواهی از مردم این دو شهر از مقام خودش استعفا داد. فرمانده هواپیمای بی 29 که اسمش پال تیپتس بود، یعنی همونی که در جنگ جهانی دوم نخستین بمب اتمی رو بر شهر هیروشیما ژاپن انداخته بود، در سن 92 سالگی توی خونه‌اش در شهر کولومبوس در ایالت اوهایوی آمریکا درگذشته. 3 تن از خدمه این هواپیمای جنگی گفتند که کاربرد سلاح اتمی اقدامی لازم در تاریخ بوده و اونها از این کار به دلیل پایان دادن به جنگ جهانی دوم پشیمون نیستند. در حال حاضر 8 کشور مستقل آزمایش موفقیت‌آمیز جنگ افزارهای هسته‌ای خودشون رو به طور عمومی اعلام کردند. از این بین 5 کشور عضو پیمان منع گسترش جنگ افزارهای هسته‌ای و اعضای دائم شورای امنیت سازمان ملل هستند، یعنی چین، فرانسه، روسیه، بریتانیا و آمریکا. 3 کشور پاکستان، کره شمالی و هند با وجود اینکه عضو پیماننامه منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای نیستن، اما تصور میشه که جنگ افزار هسته‌ای دارن. به نظر میرسه که کشور اسرائیل هم جنگ افزار هسته‌ای داره.
اما این موضوع رو بر اساس سیاست ابهام آفرینی اعلام نمیکنه و ترجیح میده که اون رو در حالی از ابهام باقی بذاره. اگه از این ویدیو خوشتون اومد میتونید این ویدیو رو لایک کنید و کانالمون رو سابسکرایب کنید تا بقیه ویدیوهای تاریخیمون رو از دست ندید.